من هر روز خیابان‌های شهر را می‌دیدم. کوچه‌هایی که پر از صدا و زندگی بود. خانه‌هایی با پنجره‌های نیمه باز. نور خورشید ملایم از پنجره‌ها عبور می‌کرد. من دیدم خانواده‌هایی که با اشتیاق، با لبخند و رویای زندگی بهتر از خانه‌های خود دور شدند. راهی جاده‌ها شدند، با چمدان‌های سبک و قلب‌های سنگین. نه از روی انتخاب، نه از روی تنبلی، نه برای خوشی، نه، بلکه به خاطر جنگ، ترس، تهدید و بی‌عدالتی. راهی شدند که هیچ نقشه‌ای نداشت. جاده‌های پر از خطر و انتظار، امیدهایی که گاه در دل شنها و باران ها گم می‌شد. کودکان کوچکی که با نگاه‌های بزرگ دنیا را می‌پرستیدند. می‌خواستند بفهمند چرا خانه‌شان دیگر خانه نیست، چرا مکتبشان بسته است، چرا دوستانشان دیگر کنارشان نیست. و بزرگترها چهره‌های خسته و دست‌های ترک خورده که تمام داراییشان را در کوله پشتی گذاشتند به دنبال روزی بهتر، به دنبال جای امن، به دنبال زندگی که شاید هیچگاه دوباره با آن باز نگردد. و مردمی که هنوز با قلب‌های پر از امید اما چشمان پر از غم به زندگی نگاه میکنند. منتظرند، امیدوارند، میجنگند برای روزی که شاید بتوانند دوباره خانه بسازند، یا شاید فقط جایی پیدا کنند و بتوانند نفس بکشند. و من هر بار که به خیابان‌ها نگاه میکنم، با هزاران رویا فکر میکنم که نیمه تمام ماندند، به هزاران زندگی که در راه‌ها و مرزها گم شدند، به هزاران امید که هنوز زنده اند اما در انتظار نوری که شاید دیر برسد.